تا حالا وقتی به آسمون نگاه کردین به این فکر کردین که چرا آسمون توی طول روز آبیه و هر چقدر که به سمت غروب آفتاب نزدیک میشیم آسمون به رنگ نارنجی یا قرمز در میاد؟ دلیلش یکی از رازهای زیبای دنیای فیزیکه. خورشید رو وقتی ما بهش نگاه میکنیم به نظر سفید میاد، اما در واقع ترکیب همه رنگ هاست، از آبی و بنفش گرفته تا زرد و نارنجی و قرمز. مثل منشور نیوتن وقتی که نور سفید ازش عبور میکنه به طیف‌های رنگ‌های رنگین کمان تجزیه میشه. حالا این رنگ‌ها هر کدومشون طول موج متفاوتی دارن. مثلا آبی از همه کوتاه‌تر و قرمز بلندتره. وقتی که نور خورشید به زمین میرسه، قبل از اینکه به چشم ما برسه از مولکول‌های جو عبور میکنه. تو جو ما چی داریم؟ مولکول‌های اکسیژن و نیتروژن و وقتی فوتون‌های نور به اینها برخورد میکنن از مسیر مستقیم خارج میشن و به اصطلاح پراکندگی نور به وجود میاد که تو اصطلاح خاص‌تر بهش میگن پراکندگی رایلی. آسمون به خاطر پراکندگی رایلی آبی دیده میشه. نور خورشید ترکیبی از رنگ‌های مختلفه. اما وقتی وارد جو میشه مولکول‌های ریز هوا نورهای با طول موج کوتاه‌تر مثل آبی و بنفش رو خیلی شدیدتر پخش میکنن. چشم ما به آبی حساس تره و بنفش هم توی جو جذب میشه. برای همین نتیجهش میشه آسمون آبی. این کار یعنی پخش بیشتر نورهای کوتاه موج توسط مولکولهای کوچیک، همون چیزیه که بهش میگیم پراکندگی رایلی. حالا خورشید داره غروب میکنه و خب نور باید مسیر طولانی تری رو عبور بکنه تا به چشم ما برسه. خب رنگ سبز و آبی عملاً پراکنده میشن و از دید خارج میشن، اما طول موج بلند قرمز و نارنجی از این مسیر طولانی عبور میکنه و به همین خاطره که توی غروب آفتاب آسمون به رنگ قرمز در میاد و توی بیابون‌ها که حالا هوا صافتره میتونه این رنگ پررنگتر هم باشه. حالا یه سوالی پیش میاد، این که تو سیاره‌های دیگه رنگ آسمون چه رنگیه؟ شاید براتون جالب باشه که بدونید توی مریخ مثلا چون جو از دی اکسید کربن و گرد و غبار بیشتر تشکیل شده، رنگ غروبش برعکس زمین به رنگ آبیه و توی ماه که اصلا جوی نداره آسمون سیاهه. پس ما متوجه میشیم که رنگ آسمون به نور خیلی ربطی نداره، بلکه بیشتر به ترکیب جو بستگی داره. حالا که فهمیدیم آسمون چرا آبیه و توی غروب قرمزه، فکر بکنید اگر ترکیب جو ما گازهای دیگه‌ای بود آسمون چه رنگی میشد؟ حتما نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسین و اگر فکر میکنید که این محتوا به افزایش دانش جمعی میتونه کمکی بکنه حتما با دوستاتون شیرش بکنید. خیلی 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 مراقب خودتون باشید.